روز 30 سپتامبر نیروهای آذربایجان و ارمنستان در گرد و اطراف منطقه مورد بحث قره‌باغ کوهی از سلاح سبک، موشک، توپخانه، هواپیماهای بدون سرنشین، چرخبال و تانک‌ها همدیگر را تیرباران کردند. نگرانی زیاد است که نزاع وسیع‌تر شده، قدرت‌های منطقه به مانند روسیه و ترکیه به آن شامل خواهند شد. در دوام 4 روز برخوردها ده‌ها نفر و من جمله افراد ملکی به هلاکت رسیده، مردم زیاد زخم برداشتند. احتمال این بزرگترین مناقشه از زمان آتشبس سال 1994 باشد. هم آذربایجان و هم ارمنستان تصدیق کردند که 30 سپتامبر در خط تماس قره‌باغ کوهی برخوردها جای داشتند. قره‌باغ کوهی قلمرو آذربایجان است ولی زیر نظارت جدایخواهان ارمنی قرار دارد. جدایخواهان میگویند در زدوخوردهای 4 روز گذشته کمش 84 نظامی کشته شدند. آذربایجان گزارش داده است که در برخوردها 12 فرد ملکی به قتل رسیدند. باکو درباره تلفات میان نظامیانش خبر نداده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر از ارمنستان و آذربایجان دعوت کرده است که از هر گونه عملیات نظامی که حیات مردم آسایشته را تحت خطر قرار می‌دهد خودداری کنند و به شکنجه و اذیت اسیران حربی راه ندهند.